جز خداوند متعال. درود یک بین الله بین الباز. به نظرتون جایی که زخم میشه اگه نمک بریزن روش ترمیم میشه؟ نه. اگه یه روزی به هر دلیلی یه آدمی زخمی رو بهت زد، به دلت، به جسمت، به هر جایی، نرو بهش بگو که چرا این زخم رو بهم زدی. بدونی چرا؟ چون به جایی که مرهمی باشه و خواسته باشه زخم رو خوب کنه، حالا چه به دلت خورده، به جسمت خورده، به هر جایی، نمک میرزه روش. و بعد که بهش گفتی که چرا نمک داری میریزی، باز دوباره یه چیزی دیگه میریزه که بیشتر بسوزی. پس اگر روزی به هر دلیلی، به هر طریقی زخمی بهتون خورد، بس خداوند متعال که نه قضاوتت میکنه، نه زخم میزنه بهت، نه نمک و زخم میریزه و فقط مرهم دردات و زخماته، به هیچ کسی در موردش صحبت نکن، به هیچ آدمی، حتی اون کسی که اصلا زخم نزده. چون مردم امروز فقط یا دنبال قضاوتن یا نصیحتن یا فلانن که چرا و چرا و چرا.